سلام، به این بخش خبری خوش آمد. سرخط خبرها. سنتکام تصاویر حملات دیشب جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکایی به 10 نقطه در جنوب ایران را منتشر کرد. تصاویر لحظه شلیک موشک‌های عملیات قاطع موشکی و پهپادی نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه منتشر شد. اعتراف سرهنگ آمریکایی به دقت حملات موشکی ایران. اسکای نیوز: ایران با تکیه بر تنگ هرمز، اهرم فشار قابل توجهی در عرصه جهانی به دست آورده است. عراقچی: آمریکا موظف به توقف حملات صهیونیست‌ها و اجرای آتش‌بس است. فؤاد حسین: عراق هر گونه جنگ و تجاوز را محکوم می‌کند. حضور عراقچی در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس. عراقچی: هدف نخست سفر من تشکر از حمایت‌های دولت و مردم عراق است. نتانیاهو: هر کاری بخواهیم در لبنان انجام می‌دهیم. جو بایدن: ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید میلیاردها دلار درآمد داشته است. انفجار مقر نیروهای مرزبانی پاکستان در ایالت بلوچستان. گرمای شدید در فرانسه موجب بیهوشی راننده اتوبوس و وقوع تصادف شد. تگرگ شدید خیابان‌های آیداهوی آمریکا را به منظره زمستانی برد. بینندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنیم ابتدا مشروع این اخبار و سپس گزارش‌های تصویری رسانه‌ها را با ما همراه کنید. سنتکام تصاویر حملات دیشب جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکایی به 10 نقطه در جنوب ایران را منتشر کرد. تصاویر لحظه شلیک موشک‌های عملیات قاطع موشکی و پهپادی بامداد امروز نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا منتشر شد. سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا گفت: ایرانی‌ها نشان دادند که می‌توانند به هر چیزی که می‌خواهند ضربه بزنند. به گفته او، کمتر از 5% از موشک‌های ایرانی رهگیری شدند و برخلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر رهگیری 90% موشک‌ها، تقریباً هر آنچه ایران شلیک کرد به هدف رسید. وی همچنین افزود: این ایران بود که در آغاز جنگ یک قدرت منطقه‌ای متوسط به شمار می‌رفت، اما اکنون به جایگاه دیگری تبدیل شده است. مجری شبکه انگلیسی اسکای نیوز اعلام کرد ایران قادر است تنگ هرمز را کنترل کند. وی گفت این کشور جنگ را در حالی آغاز کرد که در انزوای بین‌المللی قرار داشت، اما اکنون در صحنه جهانی از اهرم نفوذ قابل توجهی برخوردار است و انتظار می‌رود برای توسعه و تقویت این مزیت نظامی منحصر به فرد سرمایه‌گذاری چشمگیری انجام دهد. عراقچی در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین تاکید کرد آمریکا موظف به توقف حملات صهیونیست‌ها و اجرای آتش‌بس است. وی گفت بر اساس بند نخست یادداشت تفاهم، جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان باید به طور کامل پایان یابد. او افزود رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد، در حالی که مسئولیت مستقیم توقف این تجاوزات، اجرای آتش‌بس و عقب نشینی از مناطق اشغالی بر عهده دولت آمریکاست. عراقچی همچنین تاکید کرد ساختار امنیتی منطقه باید با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون دخالت نیروهای خارجی بازنویسی شود و از پیشنهاد گفتگوهای 8 جانبه میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق استقبال کرد. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در نشست خبری مشترک با عراقچی گفت عراق هر گونه جنگ و تجاوز را محکوم می‌کند. وی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه هدف جنگ و تجاوز قرار گرفته و سیاست خارجی بغداد بر مخالفت با جنگ و حل اختلاف‌ها از طریق مذاکره استوار است.
عراقچی در ادامه سفر خود در محل شهادت سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بغداد حضور یافت. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد هدف نخست سفرش تشکر از حمایت‌های دولت و مردم عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران است. وی گفت دولت عراق مواضع بسیار خوبی در محکومیت تجاوز و حمایت از مردم ایران اتخاذ کرد و مردم عراق نیز حمایت‌های گسترده و دلگرم کننده‌ای از ایران داشتند. عراقچی افزود هدف دوم سفر تبریک به دولت جدید عراق و ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور و رهبر انقلاب به نخست وزیر جدید عراق است. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از توافق این رژیم با لبنان مدعی شد تل‌آویو برای تجاوز به خاک لبنان آزادی عمل دارد و گفت اگر لازم باشد وارد لبنان شویم و اگر لازم باشد با قدرتی کوبنده وارد عمل شویم این کار را انجام خواهیم داد. جو بایدن گفت دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید میلیاردها دلار درآمد داشته است. وی افزود این موضوع برای او بسیار حیرت‌آور است و ترامپ هیچ شرمی ندارد و کسب درآمد از ریاست جمهوری یکی از دلایلی است که او می‌خواهد رئیس جمهور شود. در پاکستان شبه نظامیان ارتش متحد بلوچستان دیشب با استفاده از یک بمب دستساز مقر نیروهای مرزبانی پاکستان را در منطقه کچی ایالت بلوچستان منفجر کردند. در فرانسه گرمای شدید هوا باعث شد راننده یک اتوبوس هنگام رانندگی دچار بیهوشی شود. در پی این حادثه راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و تصادف رخ داد. در حالی که اروپا با گرمای سوزان تابستان روبرو است، تگرگ شدیدی در شهر بوزی واقع در ایالت آیداهوی آمریکا رخ داد. در کمتر از یک ساعت بیش از 20 سانتی متر تگرگ بارید و خیابان‌های این شهر را با لایه‌ای ضخیم از یخ پوشاند و منظره‌ای زمستانی ایجاد کرد. از همراهی شما بینندگان گرامی سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه نیز با برنامه‌ها و گزارش‌های تصویری رسانه‌ها همراه ما باشید. כי זה בית קברות פוליטי. אתה יודע מה אני אומר? אני אענה לך ביידיש. אתה יודע מה אני אענה לך? Who cares? אני עושה את זה כי זה בית קברות ולא בית קברות. אני עושה את זה כי זה נחוץ לביטחון ולנצח של מדינת ישראל. להדוף את ציר הטרור הנורא הזה של איראן שבא להשמידנו. ואם צריך و باعث تأسفه که این همسایه هدف این جنگ و تجاوزات قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران و موضع عراق اصولی است. اولا ما مخالف جنگیم و مخالف تجاوز به هر کشوری هستیم. در خصوص عراق که هدف حملاتی یا جنگ‌های داخلی در دهه‌های گذشته قرار گرفت، این اصل و اساس سیاست خارجی عراق جنگ را محکوم می‌کنیم که با جنگ باید تمام بشه و مشکلات از طریق مذاکرات حل و فصل بشه. ما در عراق نقش مهمی در گذشته در میانجیگری بین تهران و واشنگتن ایفا کردیم و تاثیرگذار بودیم و بین مواضع ایران و مواضع واشنگتن تفاعل داشتیم، تاثیرگذار بودیم برای اینکه مذاکرات انجام بشه بین طرفین و متاسفانه وضعیت به جنگ رسید و به این مرحله رسیدیم. در دیدارمون با جناب وزیر عزیز بسیاری از موضوعات را بررسی کردیم و دوست دارم که تشکر فراوان بکنم از جناب وزیر دوست عزیز خودم، چون که همیشه تماسهایشون با من ادامه دارد
بند 1 یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا بکنه و ما متاسف هستیم که رژیم صهیونیستی به حملات خودش همچنان ادامه داده و میدهد. این مسئولیت دولت آمریکاست که بنا به تعهدی که در یادداشت تفاهم قبول کرده از طرف خودش و از طرف رژیم صهیونیستی که حملات این رژیم رو متوقف بکنه و اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم یکی از مفاد بند 1 یادداشت تفاهم هست. من امروز با جناب آقای فؤاد حسین در این خصوص صحبت کردم. همینطور ما در مورد امنیت منطقه، ساختار امنیتی منطقه در آینده صحبت کردیم. جنگ اخیر درس‌های زیادی رو برای همه کشورهای منطقه داشته و من معتقدم که با رویکرد جدیدی که ایجاد شده امنیت منطقه مهم خلیج فارس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد توسط همه کشورهای منطقه و ما به یک چارچوب جدیدی که شامل همه کشورهای منطقه و بدون حضور و دخالت هیچ کشوری از خارج از منطقه باشه برسیم. در همین راستا از پیشنهاد جناب آقای فؤاد حسین برای تشکیل گفتگوهای بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایران و عراق، آنچه که ایشون به 6 به اضافه 2 فرمودن، استقبال میکنیم و آمادگی داریم که در این خصوص با دولت عراق همکاری بکنیم. من بار دیگه از همه شما و از دوست عزیزم جناب آقای فؤاد حسین تشکر. شهرستان‌های بندر لنگه، سیریک و جزیره قشم بامداد امروز رو با شنیدن صداهای انفجار آغاز کردند. حدود ساعت 30 دقیقه بامداد امروز ابتدا صدای چند انفجار در شهرستان سیریک به گوش رسید که این صداها ناشی از صدای در واقع پرتابه‌هایی بود که به سمت دکل مخابراتی در روستای تاروحیه سیریک به وقوع پیوست و همچنین پس از اون چند پرتابه به محدوده شهرستان قشم و همچنین چند پرتابه به محدوده شهرستان بندر لنگه اصابت پیدا کرد. دقایقی بعد سنتکام اعلام کرد و تایید کرد که به دستور رئیس جمهور آمریکا در واقع چند هدف در منطقه جنوب کشور در سواحل جنوبی ایران مورد هدف قرار گرفته شد و همچنین سنتکام اشاره کرد که ایران با پهپادی تهاجمی یک نفتکش با پرچم پاناما رو در تنگه هرمز مورد اصابت قرار داد. همچنین بامداد روز گذشته بود که پس از شلیک اخطار نیروی دریایی سپاه به سمت چند شناور متخلف در تنگه هرمز، ارتش متجاوز آمریکا به چند منطقه در شهرستان سیریک و بندر لنگه حمله و بار دیگه بند 1 و 5 تفاهمنامه اسلام آباد رو نقض کرد. بر اساس بند 1 تفاهمنامه اسلام آباد جنگ باید در تمام جبهه‌ها به پایان برسه و بر اساس بند 5 تفاهمنامه اسلام آباد هم مدیریت و کنترل کشتی‌ها و عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز بر عهده ایران هست. باید به این نکته هم اشاره بکنم که بامداد امروز ارتش متجاوز آمریکا به 5 منطقه از شهرستان سیریک و قشم حمله کرد، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 هدف از آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار داد و روز گذشته هم ارتش آمریکا به 3 نقطه از سواحل جنوبی کشورمون در استان هرمزگان حمله کرد، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 3 نقطه پاسخ قاطع داد به
دشمن آمریکایی در منطقه. در پایان هم باید به این نکته اشاره بکنم که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای گذشته اعلام کرده بود که تنها مسیر مجاز برای عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز همان مسیر اعلام شده از سوی ایران و نیروی دریایی سپاه هست و همچنان شناورها برای عبور از تنگه هرمز باید با نیروی دریایی سپاه و ایران هماهنگ کنند. بنابراین امن ترین منطقه در تنگه هرمز برای عبور شناورها همچنان جنوب جزیره هرمز به عنوان گذرگاه ورودی و جنوب جزیره لارک به عنوان گذرگاه خروجی هست. هدف اول سفر من تشکر هست از حمایت‌ها و همراهی‌های دولت عراق و مردم عراق. هدف سوم سفر من هماهنگی‌های لازم برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهرهای بغداد، کاظمین، کربلا و نجف هست. میلیون‌ها عراقی برای شرکت در این تشییع جنازه اعلام آمادگی کرده بودند، درخواست کرده بودند و نهایتاً با تدبیر دولت عراق و همکاری بسیار شایسته دولت عراق مقرر شد که تشییع جنازه در تشییع پیکر مطهر در شهرهای عراق صورت بگیره، به خصوص در عتبات مقدسه. ما از دولت عراق بسیار متشکریم، از نخست وزیر عراق که ستادی رو به همین هدف تشکیل دادند تشکر میکنیم و امروز جلسات مشترکی رو با اون ستاد خواهیم داشت که آخرین هماهنگی ها و آخرین همکاری هایی که باید صورت بگیره مشخص بشه و انشالله این حرکت بزرگ با شکوه کامل انجام بشه. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. من از همه طرف ها درخواست میکنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه. تروریستی آمریکا در خلیج فارس، نقض مکرر بند یکم یادداشت تفاهم اولیه اسلام آباد از سوی طرف آمریکایی. بعد از حملات بامداد دیروز به منطقه سیریک در هرمزگان، بامداد امروز هم ارتش تروریستی آمریکا به 5 پست ساحلی در جنوب کشور از جمله در سیریک، قشم و بندر لنگه حمله کرد. بدون معطلی در عملیات مشترک نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت.
یکی از اهداف پاسخ موشکی و پهپادی ایران اینجا یعنی پایگاه علی السالم کویت بود که سالانه نزدیک به 54,000 تن تجهیزات و 180,000 نیرو در اینجا جابجا میشه. هدف بعدی ناوگان پنجم آمریکا در بندر سلمان بحرین بود، مقری چند ملیتی با 8,000 نیروی نظامی از 47 کشور دنیا. فرمانده نیروی دریایی سپاه در فضای مجازی با اشاره به شلیک‌های کور آمریکایی‌ها در سیریک نوشت پایگاه‌های آمریکا در منطقه جهنم را در این روزها تجربه خواهند کرد. میخوان آستانه تحمل و آستانه حساسیت جمهوری اسلامی ایران رو بسنجن که جمهوری اسلامی ایران تا چه حد حاضر عقب نشینی بکنه از اون پیشنویس، اون متنی که در واقع مجبور کرد ایران که ترامپ اون رو امضا بکنه. و شما میبینید که بلا فاصله حتی پس از هدف قرار گرفتن مثلا جاهای جزئی در سواحل جنوبی بلا فاصله ما پاسخ نظامی محکم نشون میده. آمریکایی‌ها با فشار بر کشور عمان تلاش دارند کریدور جنوبی تنگه هرمز را برای عبور و مرور ایجاد کنند. ایران علنا با این مسیر غیر ایمن مخالفت کرده و با تردد هر گونه کشتی در این مسیر برخورد خواهد کرد. در 48 ساعت گذشته 2 بار کشتی‌های تجاری با همراهی نیروی دریایی آمریکا تلاش کردند از این مسیر عبور کنند که نیروی دریایی سپاه با آنها برخورد کرد. تنها راه و مسیر عبور مجاز در محدوده تحت کنترل نیروی دریایی ایران است و حاکم بلا منازع این تنگه راهبردی ایران خواهد بود. در بیانیه سپاه پاسداران بعد از پاسخ موشکی و پهپادی آمده که بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی ایران است و من بعد با کشتی‌های متخلف قوی تر از گذشته و پاسخ به هر تجاوزی خرد کننده خواهد بود. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما. پدیده ای را که مشاهده میکنید یکی از نادرترین پدیده های سواحل مکران و همچنین نادر تو کشور ایران هستش. پدیده گلفشان شهرستان کنارک بخش کهیر و در دشت کهیر قرار داره. بندر تنگ یکی از پدیدهاییه که هر ساله در این موقع با توجه به شروع بادهای مونسون و امواج شدن دریا شروع به فعالیت میکنه که امروز فعالیت خوبی داشته که استارت زده و از همین دوربین دعوت میکنم به تمامی مسافرین و گردشگران عزیز که حتما یکی از بهترین لوکیشن های سواحل مکران بازدیدی داشته باشند. هدف اول سفر من تشکر هست از حمایت‌ها و همراهی‌های دولت عراق
بینندگان عزیز، تایم 24 از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. در تایم 24 همکاران ما با حساسیت ویژه‌ای نسبت به صحت و اعتبار اخبار هر رویداد مهم را پیش از انتشار بررسی و راستی آزمایی می‌کنند تا اخبار دقیق، معتبر و قابل اعتماد به دست شما برسد. به محض وقوع اتفاقات مهم و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، تازه‌ترین تحولات را از طریق این کانال با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اگر هنوز عضو کانال نشده اید، از شما دعوت می‌کنیم به خانواده تایم 24 بپیوندید و با لایک کردن و حمایت از کانال ما را در مسیر اطلاع رسانی دقیق و مسئولانه همراهی کنید. از اعتماد و همراهی ارزشمند شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر و دیداری دوباره، خدا نگهدار.